درود بر شما بینندگان گرامی. با یکی دیگر از برنامه‌های ناگفته‌های تاریخ با عنوان جنایت و کشتار مبارزین و مخالفین توسط ساواک و تا واواک در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه برنامه را شروع کنیم و مهمان عزیز برنامه به ما ملحق بشن، من یه خلاصه ای از چگونگی به وجود اومدن و تأسیس پلیس سیاسی ایران را برای شما مختصر شرح میدم تا بریم سر موضوع اصلی برنامه که کشتار مبارزین توسط ساواک تا واواک هستش. در دوره قاجار، مخصوصا بعد از اینکه ایران در جنگ بین ایران و روسیه شکست خورد، دخالت و نفوذ سفارتخانه‌های خارجی در ایران به اوج خودش رسید. نفوذ سیاسی و مداخلات نابجای نمایندگان سیاسی و شبکه جاسوسی دو دولت انگلیس و روسیه در امور داخلی ایران طوری بود که گاه شاه و وزرایش در انجام کوچکترین و جزئی ترین مسائل مجبور بودند با مشاوره و هماهنگی نمایندگان دولت‌های دیگه انجام بدن. در این دوره سفارتخانه‌های خارجی تونسته بودند در دربار قاجار نفوذ پیدا کنند و موفق شده بودند که یه سری منابع اطلاعاتی که در بین شاهزاده ها، رجال و درباریان بود رو به دست بیارن. گرفتن حقوق، دریافت رشوه از سفارتخانه‌های روسیه، انگلیس و عثمانی رویه عادی اینا شده بود و ظلم و ستم حکام، نظامیان و والیان شهرها عادی بود و کمتر کنترل میشد. بعد از اینکه میرزا تقی‌خان فراهانی از کنفرانس ارزروم در کشور عثمانی برگشت، به دور از چشم حاج میرزا آقاسی که در اون زمان صدر اعظم محمد شاه قاجار بود، منهیان امیر رو تشکیل دادن. از فعالیت‌هایی که این منهیان امیر داشتن، دستگیری ایلچی روس بود که به نام آقا محمد آذربایجانی که ایشون توسط یک فرد روسی به نام کنیاز دالگورکی بود. این شخص با پوشش یک طلاب علوم اسلامی به نام شیخ عیسی لنکرانی در عراق به فعالیت‌های جاسوسی مشغول بود که خود این کنیاز دالگورکی بعداً شد وزیر مختار روس در ایران. وقتی که امیرکبیر در صدر امور دولتی قرار گرفت و قصد داشت که تا سر و سامون به کشور بده، به تدابیر خاصی را برای این شرایط دید که تصمیم گرفت سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی را به صورت یک سازمان رسمی تشکیل بده و مامورایی که تو این سازمان کار میکردن و منهیان امیر نامید، یعنی کسایی که خبر میدن، یعنی خبردهندگان. از میان کسایی که مورد اعتماد بودن، راستگو بودن و امین بودن، این اشخاص انتخاب می شدن و برای اطلاع و نظارت بر کارهای درباریان، وزیران و نظامیان و صاحبان مناصب دولتی یا کسایی که کارهای آشوب انجام میدادن با نفوذ در قسمت‌های شبکه داخلی از خفیه نویسان استفاده می‌کردن که این اشخاص بین پایتخت و ولایت در رفت آمد بودن یا اینکه در شهرهای مختلف اقامت داشتن. البته قبل از امیرکبیر هم یه دستگاه‌های اطلاعاتی بود که نظارتی بر ولایات و رجال به صورت ناکارآمد انجام میدادن که این کارها رو توسط کلانترها انجام شد که بعدها ما حتی اسامی یا نام خانوادگی هایی داریم که کلانتری که به این اشخاص برمیگشت. ولی تشکیل سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی به منظور
کنترل سفارتخانه‌ها، سفیران و دیپلمات‌های خارجی در واقع از ابتکارات امیرکبیر بود. سازمان اطلاعاتی امیرکبیر به قدری منظم و سریع عمل می‌کردند که بیشتر مردم اعتقاد داشتند که امیرکبیر غیب‌گوست و خیلی ها میگفتن که امیرکبیر با عالم غیب در ارتباطه و یا اینکه با اجنه در ارتباط هستن. مریان امیر حتی در یک مراحلی از اون فعالیت‌هایی که داشتن بین فرقه‌های گوناگون نیز فرقه‌های مذهبی یا اقلیت‌های مذهبی هم نفوذ داشتن و فعالیت‌های اونا را رصد و شناسایی می‌کردند. در سال 1267 هجری قمری یکی از رهبرای فرقه بهائیه به نام ملا شیخ علی تصمیم به ترور و قتل میرزا ابوالقاسم امام جمعه و همچنین یورش به کاخ سلطنتی را میگیره که بلافاصله نقشش با تمام جزئیاتش توسط منهیان امیر کشف میشه و به امیر اطلاع میدن و که همه شبکه ملا شیخ علی رو گزارش میدن و میگیرن و این ترور رو خنثی میکنن. دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی امیرکبیر علاوه بر اینکه بر عملکرد مجموعه دستگاه‌های حکومتی و دوایر دولتی داخلی نظارت داشت، در امور مربوط به کنترل خارجیان در ایران نیز ارتباط رجال و دولتمردان ایرانی با محافل و سفارتخانه‌های خارجی هم فعال بود. امیرکبیر مخالف دخالت‌های سفارتخانه‌های خارجی در امور داخلی ایران بود. ایشون معتقد بودند که تا نفوذ سفارت‌های خارجی در امور داخلی ایران از بین نره، اوضاع ایران سرسامون نمیگیره. برای همین به فکر خود ایشون به این فکر افتادن که در سفارتخانه‌های خارجی نفوذ پیدا کنن و شبکه منهیان خودشون رو در درون سفارتخانه‌های خارجی نفوذ دادن یا اینکه با افرادی که در این سفارتخانه کار میکردن جذبشون کردن. این موضوع باعث نگرانی سفرای خارجی شد و مدام در تلاش بودن که بتونن عاملینی را که امیرکبیر توی این سفارتخانه‌ها گذاشته را کشفشون بکنن. تعیین مأمور دو جانبه و ضد جاسوسی در سفارتخانه‌های روس و انگلیس از مهمترین اقدامات امیرکبیر در این خصوص بود. گفته میشه که تعداد زیادی از منشیا، دبیران، کارکنان ایرانی سفارتخانه‌های خارجی در تهران اخبار و اطلاعات محرمانه درون سفارتخانه را به امیرکبیر گزارش می‌دادند. با پیگیری دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ویژه امیرکبیر در بخش‌های مختلف دستگاه‌های حکومتی رشوه گرفتن به حداقل رسیده بود. برای اینکه اینا هر لحظه فکر می‌کردن که از جانب اشخاص دیگه کنترل میشن و در نتیجه جاسوسان و خبرچینان امیرکبیر این رشوه گرفتن را به امیرکبیر گزارش میدن. در نتیجه اینا در رشوه گرفتن دو دل میشدن که رشوه را بگیرن، شاید گزارشی به امیرکبیر داده بشه. یکی از مواردی که ماموران ضد جاسوسی امیرکبیر کشف کرده بود و خیلی هم تو اون دوره مهم بود، ارتباط مخفی کلنل شیل با اللهیارخان آصف‌الدوله بود. امیر با مامورایی که در سفارت انگلیس و حتی محل اقامت کلنل شیل بود ارتباط این دو پی برد و متوجه شد که حسین قلی منشی سفارت رابطه بین کلنل شیل و اللهیارخان آصف‌الدوله است. یه مورد دیگه ای که از اقدامات امیرکبیر در ارتباط با این ضد جاسوسی هست، ارتباط سفارت روسیه با متنفذین ایران هستش که در کتاب نوادرالامیر نوشته شده، یعنی در تاریخ ثبت شده. این به این صورت هستش که
یکی از خفیه نویسان امیر که در سفارت روسیه خدمت میکرد به امیر اطلاع میده که میرزا ابوالقاسم امام جمعه یک انفیدان جواهر نشان به اضافه یه سری هدایای گران قیمت از سفیر روسیه گرفته. امیر بلافاصله به سازمان ضد جاسوسی خودش دستور میده جزئیاتی را که از مامورایی را که در بین این روحانیون نفوذ دارن سوال کنه. وقتی گزارش رو امیر تکمیل میکنه بلافاصله به شاه گزارش میده و از شاه اجازه میخواد که امام جمعه را بازخواستش بکنه. روز بعد فرستاده امیر به خانه امام جمعه میره و اونو مورد بازخواست قرار میده و از اینکه و بهش میگه از اینکه قبول انفیدان و هدایا را به دولت و شاه اطلاع نداده تهدیدش میکنه و تهدید به مجازاتش میکنه. این اولین باری بود که امام جمعه تهران از طرف صدر اعظم تهدید میشد و رفتارش زیر کنترل قرار میگرفت. فردای اون روز امام جمعه انفیدان و بقیه هدایا رو به دستگاه صدر اعظم تحویل میده. دستگاه اطلاعاتی که امیرکبیر تأسیس کرده بود در واقع برای حفاظت کشور از نفوذ بیگانگان و جلوگیری از تجاوز و تعدی حاکمان بر مردم بود. این تشکیلاتی که میبایست در خدمت مردم و در راستای ایجاد امنیت در کشور فعالیت میکرد بعدها به چماقی تبدیل شد که در دست مستبدین و برای سرکوب مردم و همچنین برای ایجاد رعب و وحشت در کشور شد. وقتی که سلطنت از قاجار به پهلوی منتقل شد شهربانی مأمور رسیدگی به فعالیت‌های مضره یعنی فعالیت‌هایی که خرابکارانه بود، نظم رو به هم میزد و همچنین برای برقراری امنیت در کشور شهربانی مأمور اینا شد و بیشترین فعالیت‌های اداره امنیت و پلیس سیاسی رضاشاه در سرکوب گروه‌هایی صرف میشد مثل گروه طرفداران اصلی مشروطیت که با کودتای 3 اسفند و قدرتیابی و صعود نهایی رضاشاه به تخت سلطنت اینها فکر می‌کردند که دستاوردهای دوران مشروطه رو به زوال میره. روحانیون و علمای مذهبی که علاوه بر علایق سیاسی آشکارا نظاره‌گر سیاست دینزدایی و ایجاد محدودیت برای روحانیت و علما می‌دیدند که توسط باز این پلیس سیاسی سرکوب می‌شدند. گروه دیگه رجال و سیاستمداران و کارگزارانی بودند که به صورت در داخل حکومت فعالیت داشتند ولی همیشه این اشخاص مورد سوء ظن شاه بودند در حالی که رضاشاه در واقعیت یا در دنیای خیالی خود تصور میکرد و هر آن ممکنه از سوی اونا مورد توطئه قرار بگیره و احساس خطر میکرد همیشه. و گروه دیگه سلام آقای زمانی خوش اومدید. سلام خانم مردمی. سلام ممنون که تشریف آوردین و خوشحالیم که امروز خدمت شما هستیم. و عرض کردم گروه دیگه‌ای که توسط این پلیس سیاسی سرکوب می شدن مدیران و هیئت تحریریه مطبوعات و نویسندگان کتاب‌ها و نشریاتی بودند که از همان ماه‌های نخست کودتا تحت شدیدترین سانسورهای و نظارت شهربانی قرار گرفتند و این روند تا پایان سلطنت و البته تا به امروز ادامه داره. و گروه دیگه ایلات و عشایر بودن که بلافاصله بعد از کودتا سیاست سرکوبشون آغاز شد و تا پایان دور سلطنت رضاشاه هم از مهمترین دغدغه‌های رضاشاه به شمار می‌رفت و در نهایت عموم مردم بود که با توجه به فعالیت‌هایی که داشتند و دارن همواره تحت مراقبت و فشارها از سوی
این پلیس سیاسی قرار میگیرن. در واقع پلیس سیاسی یه چیزی حدود 100 سال هستش که برای کنترل مردم و برای حفظ دیکتاتور داره فعالیت میکنه. ولی 3 سال قبل از اینکه کودتای 28 بعد از اینکه 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد 1132 سازمان اطلاعات امنیت کشور، یعنی در سال 1335 توسط سپهبد تیمور بختیار به عنوان یکی از فعالیت‌های زیر مجموعه نخست وزیری تأسیس شد. تا پیش از تأسیس ساواک شهربانی و مشخصاً اداره اطلاعات شهربانی مسئولیت برقراری امنیت در کشور رو به عهده داشت. ولی بعد از اینکه ساواک تشکیل میشه این فعالیت ها توسط ساواک انجام میشه. البته موادی که در ساواک، یعنی ماده اصلی که 3 ماده اصلی که در ساواک گنجانده شده بود به این شرط هستش. ساواک وابسته به نخست وزیری، رئیسش رو شاه تعیین میکنه به عنوان معاونت و این عنوان معاونت نخست وزیر را دارا هست، یعنی رئیس ساواک معاون نخست وزیر را شامل میشه، یعنی این سمت رو داره. وظیفه ساواک کسب اطلاعات لازم برای حفظ امنیت ملی، کشف جاسوسی، مقابله با ناقضان قوانین ضد سلطنت، ضد مبارزه مسلحانه، مرتکبان جرایم نظامی و عاملان سوء قصد به جان شاه و ولیعهد هستند و ماموران ساواک در جرایم مربوط به آنها جزء ضابطان قضایی به شمار می‌روند و طبق سیستم دادگاه‌های نظامی که برای رسیدگی به جرایم سیاسی برپا شده عمل می‌کنند. اسناد کتابخانه کنگره ایالات متحده آمریکا نشون میده که ساواک در سال 1957 میلادی زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا سازماندهی شدند. ساواک در سرکوب عناصر ضد نظام سلطنتی فعالیت گسترده‌ای داشت. به طور مشخص اداره کل سوم ساواک به عنوان عامل شکنجه و قتل عناصر ضد سلطنتی شناخته میشد، چنانکه بین سالهای 1350 تا 55 368 تن از چریک‌های مسلح ضد حکومت سلطنتی را که با این سازمان درگیر شده بودند به قتل رسانده و همچنین بین سالهای 1350 تا 57 حدود 100 تن از زندانی‌های سیاسی را باز ساواک به قتل رسانده. این سازمان به ویژه در دهه 1150 یعنی قبل از پیروزی انقلاب 57 نفرت انگیزترین و مخوفترین نهاد حکومتی در بین مردم به شمار می‌رفت. زندانیان ساواک و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها بازجویان ساواک را با استفاده از فشار و خشونت به استفاده از تکنیک‌های شکنجه متهم کردند. برخی از شکنجه‌هایی که ساواک به انجام آنها متهم شده شلاق زدن، کتک زدن، البته در مورد چریک‌های مسلح وارد آوردن شوک الکتریکی، ریختن آب جوش برای بدنشون یا ریختن روغن داغ بر بدنشون، بستن وزنه سنگین قسمت آلت تناسلی بدن و همچنین کشیدن ناخونشون، کشیدن دندونشون برای اعترافگیری از این مبارزان ساواک را متهم کردند. با اوجگیری ناآرامی‌های پیش از انقلاب در ایران، شاپور بختیار که تازه نخست وزیر شده بود، یکی از اولین اقداماتش دستور انحلال ساواک بود. رئیس پیشین ساواک که در اون زمانی که بختیار ساواک منحل کرد، نعمت الله نصری در سفیر ایران در پاکستان بود که ایشونو به ایران فرا میخونن و به زندان میدادن چون قبلا رئیس ساواک بود.
ولی این اقدامات برای اون شور و هیجانی که مردم برای انقلاب داشتن نتیجه نداد و بعد از اینکه انقلاب به پیروزی رسید نصیری دادگاهی شد و در نهایت دادگاه انقلاب رأی به اعدام نصیری داد. اما با تمام این اتفاقایی که افتاد بسیاری از اعضای رده‌های پایین و همچنین کسایی که در ساواک اون موقع کار میکردن در تشکیل وزارت اطلاعات و سازماندهی اون بعد از انقلاب 57 با جمهوری اسلامی همکاری داشتن. در برنامه امروزمون با میهمان برنامه آقای طهمورث زمانی از فعالین و مخالفین سیاسی در رژیم گذشته و همچنین حکومت ولایت فقیه نگاهی به عملکرد پلیس سیاسی از دوران امیرکبیر تا به امروز داریم. در ابتدا از مهمان برنامه آقای طهمورث زمانی میخوام که یه مختصری در مورد پیدایش پلیس سیاسی و دلیل پیدایش، اصلا چرا به وجود اومد، هدفش چی بود که پلیس سیاسی در ایران چه زمانی، چرا و با چه هدفی تشکیل شد. بفرمایید آقای زمانی. با سلام و تشکر از دعوتتون. در رابطه با پلیس سیاسی، ما اگر به تاریخ برگردیم، در دورهای صفویه و افشاریه و قاجاریه ما چیزی به نام پلیس وجود نداشت. شرطه داشتیم، ما داروغه داشتیم، ما محتسب داشتیم. یه سیستم‌های مختلفی بود که مربوط به انتظامات بودن، مربوط به کارهای خرید و فروش، به کسی گرون فروشی کرد، ولی مسئله سیاسی مطرح نبود. اولین بار نیروی پلیس را به صورت مدرنش را ناصرالدین شاه در یک سفری که به اروپا داشت از یک اتریشی دعوت کرد که اون شخص آمد و نیروی پلیس ایران را پایه‌گذاری کرد که چندین سالی بود و این فعالیت‌های اینا در داخل تهران بیشتر بود و به علت دسیسه‌هایی که اطرافیان ناصرالدین شاه ایجاد کردن و مخصوصا کامران میرزا پسرش، اینا برکنار شدن و اون نیروی منتظمی بود، ولی نیروی میگم سیاسی نبود و مسائل سیاسی دخالتی نمی‌کرد، چون اون موقع آنچنان مخالفین سیاسی وجود نداشت. اولین بار پلیس سیاسی در زمان رضا شاه پدید آمد و رؤسای شهربانی که رضا شاه منصوب میکرد، اینها یک دفتری هم در شهربانی داره شد که به کارهای سیاسی دخالت میکردن. رضا شاه چون خودش آدم مشکوکی بود چندین رئیس پلیس عوض کرد و که آخرینش شخصی بود به نام مختاری و قبل از اون هم شخصی بود به نام آیرام که اون آیرام پول زیادی هم از رضا شاه دزدید و برای معالجه به خارج رفت و دیگه هم بر نگشت. و در زمان رضا شاه بود که این پلیس سیاسی تشکیل شد و کارش بر نظارت بر مطبوعات بود، نظارت بر سازمان‌های سیاسی بود و قلع و قمع مخالفین. تمام کسایی را که مخالف این سیستم بودن و اینها تحت نظر داشتن، دستگیر می‌کردن و به طریقی اینها را سر به نیست می‌کردن. چون رضا شاه خودش پایه و پشت و پناه ایل نداشت، کسی پشت و پناهش نبود، مجبور بود که مخالفین را سرکوب کنه و چون از طرف انگلیس ها اینا به عنوان یک پادشاه گمارده بودن، خودش آنچنان اطمینانی نداشت که این حکومتش بخواد دوام داشته باشه. این که به هر کسی اطرافش مشکوک بود، هر کسی را یک خطری میدید برای حکومت خودش. و کلا اینم ذات دیکتاتور هاست که نمیخوان هیچ وقت مردم آگاه باشن، چون آگاهی مردم مساوی است با اینکه شروع میکنن به سوال کردن که چرا این عمل انجام میشه، چرا اون کار انجام نمیشه. از این طریق نمیخواست ایشون مطبوعات آزادی باشه، اون چیزایی را که در انقلاب مشروطه پا گرفته بود ایشون با اون پلیس سیاسیش دونه دونه اینا را از بین برد و یک جو رعب و وحشتی را در مملکت ایجاد کرده بود که
هیچ کس جرأت جیک زدن نداشت و اطرافیان خودش هم هر روز یکی را یا منصوب میکرد و یا مغضوب واقع میشد و شخص. افرادی بودن مثل همین سپهبد امیر احمدی مثلا چندین بار را از کار برکنار کردش، یه مدت رئیس پرورش اسب مثلا برای که تحقیرش کنه. همینطور افراد دیگه هم. آخرش این بود که اتکاش به اون افرادی بود که اداره پلیسش رو میچرخوندن و به وسیله اونها مخالفین را سرکوب میکرد و پایه‌گذار پلیس سیاسی در ایران شخص رضا شاه بود. آقای زمانی که من توی یه مقدمه در مورد کسایی که ابتدای تأسیس نمیشه گفت اونا خب پلیس سیاسی بودن که با معنایی که الان ما در مورد پلیس سیاسی داریم خب خیلی فرق میکنن. پلیس سیاسی الان همونطوری که من گفتم توی مقدمه برای سرکوب الان مخالفین و مردم هست، در حالی که پلیس سیاسی که در اون زمان تأسیس شده بگن در ابتدای پلیس سیاسی در ابتدا تشکیل بیشتر برای منافع مردم بود که به وجود اومد که خب امیرکبیر بیشتر میخواست کسایی را که نفوذ کردن مقابله کنه با یا اینکه کسایی را که دارن یه جورایی دخالت میکنن توی امور داخلی ایران با اونا مخالفت بکنه یا اینکه نقشه هاشون رو منفی باشه خنثی بکنه. خب بیشتر هدف این بود که تشکیل شد. آیا فکر میکنید که این تقصیر حکومت بوده یا اینکه چطور بگم اینکه چطور باید این دوباره احیا بشه، دوباره ما بتونیم مثلا از پلیس در الان وزارت اطلاعات ایران خب دارن همین کارو میکنن، اطلاعات میگن، اسمش هم روش هستش که دارن اطلاعات میگن، در حالی که اینا خب دارن برای پایداری دیکتاتور دارن یا برای ماندگاری دیکتاتور دارن این کارو میکنن. چطور ما میتونیم واقعا یه روزی دوباره به این مرحله برسیم که بتونیم از این پلیسی که از خود این مردم هستش برای امنیت کشور استفاده کنیم؟ آیا توی قانونی وجود داره که ما بنویسیم یا اینکه مکتوب حتما باید بشه یا باید این مامورانی که الان دارن برای مخالف مردم عمل میکنن یا اینکه کسایی که توی خیابون ها به مردم گیر میدن آیا باید اینا آموزش بدن دوباره سازماندهی بشن؟ چه کار باید بکنن در مورد این آدما؟ ببینید خانم آدمی، شما نمیتونید سیستم امیرکبیر را، سیستم جاسوسی و ضد جاسوسی امیرکبیر را با سیستم رضا شاه مقایسه کنید. چرا؟ چون امیرکبیر یه انسانی بود ایران دوست و علاقمند به پیشرفت کشور بود، با فساد مبارزه میکرد. این جریانی که امیرکبیر راه انداخته بود به این صورت بود که این یه عده خفیه نویس میگفتن راه انداخته بود در تمام شهرهای ایران. اینها کارشون این بود که نظارت داشتن بر اعمال حکام. حکام در اون زمان بیشتر از فامیل های خود شاه بودن. مثلا شما فتحعلی شاه رو ببینید بیش از 1000 فرزند داشت ایشون. خب فرزندان هر کدوم فرماندار یه شهری بودن و در اون شهر هر کاری که از میخواستن انجام میدادن. امیرکبیر زمانی که به قدرت رسید همه رو محدود کرد. آمد یه سری افراد در اون زمان وابسته به سفارت انگلیس بودن، یه سری وابسته به سفارت روس بودن. همه اینا رو محدود کرد. همونجور که شما خودتون گفتید در مورد امام جمعه تهران، ایشون سفیر روس آمده بود به این هدیه داده بود. خب این اصلا معنی نداشت. سفیر یک کشوری میاد در یک کشور دیگه و با افراد اونجا هدیه میده بدون که اصلا دولت اطلاع داشته باشه. خب این باعث بود که یعنی ما دولت رو به رسمیت نمیشناسیم، اصلا این دولتی وجود نداره از نظر اونا. امیرکبیر آمد اینا رو درست کرد، آمد یه سیستمی درست کرد که هدفش حفظ مردم بود. هدفش این بود که از مردم حمایت بشه، از مردم رفع ظلم بشه، نه اینکه بیاد مردم رو بخواد سرکوب بکنه. امیرکبیر احتیاج نداشت به مردم رو سرکوب کنید. چرا؟ چون کار خلافی انجام نمیداد. شما ببین در یک کشوری که دموکراسی وجود نداره و استبداد هست، این استبداد دلیلش بر اینه که
نمیخواد، یعنی یک کار خلافی انجام میده که میترسه اگر دموکراسی برقرار باشه اون کار خلاف افشا بشه. شما ببین اگر مثلا امیرکبیر خودش دزد بود، اگر امیرکبیر میامد رشوه میگرفت، خب این نمیخواست که مطبوعات آزادی وجود داشته باشه که بیان این رشوه‌گیری اینا افشا کنه. برای اینکه اون نباشه، این افشاگری نباشه، این را میامد سرکوب میکرد، مطبوعات ها میامد جریانات دیگه را سرکوب میکرد. چرا؟ چون خودش آدم فاسدی بود. ولی چون امیر خودش فاسد نبود و قصدش این بود که مملکت را به یه مسیر درستی بندازه، اینه که از مبارزه با فساد هیچ ابایی نداشت و جاسوساش هم طوری تربیت کرده بود که در تمام کشور همه چیزها رو زیر نظر داشتن. ایشون حتی افرادی را به هندوستان فرستاده بود که مهارجه های هند را علیه دولت انگلیس تحریک کنه. دولت انگلیس در همون زمان نامهش هست که سفیرش از تهران نامه میفرسته برای دولت انگلیس که مبالغی پول بیشتر احتیاج داریم برای اینکه مبارزه کنیم با جاسوسای امیر. چون جاسوسای امیر هم تو سفارتخونه ها نفوذ داشتن، هم تو جامعه روحانیت نفوذ داشتن، همه جا اینا نفوذ داشتن و همه جا اینا کنترل میکردن به نفع مردم. ولی شما میرید مثلا پلیس سیاسی رضا شاه رو میبینید، شخصی مثل آیران، خب ایشون موقعی که سر کار آمد چی نداشت، موقعی که فرار کرد رفت به خارج از کشور و برم نگشت صاحب میلیون ها پول بود. خود رضا شاه زمانی که در رأس قدرت آمد، زمانی که نخست وزیر شد، ایشون یه خونه اجاره‌ای داشت، ولی زمانی که از ایران خارج شد بیش از چند هزار قطعه سند زمین و ملک و املاک داشت. خب اینجور افراد برای حفظ این مجبورن مردم رو سرکوب کنن. شما تجسم کنید یک سیستمی که وضعیتش درست باشه، یعنی احتیاج دزدی نباشه، درش فساد نباشه، احتیاج به سرکوب هم نیست. زمان الان مثلا خود رژیم فعلی ایران را شما ببینید سرکوب میکنه. چرا؟ چون اگر نکنه مردم صداشون در میاد که آقا این همه دزدی میشه، تکلیف چیه؟ خودش نمیتونه جلو این دزدی‌ها رو بگیره چون خودش فاسده. خود سید علی اگر بیاد جلو 4 تا دزدی رو بگیره، اون دزدا، چون تکیهش به اون دزداست، تکیه‌گاهشون دزدا نه مردم، و چون خودش هم فاسده نمیتونه جلو فساد رو بگیره. اگر امیر خودش فاسد بود نمیتونست، یعنی اونایی که باش کار میکردن هم فاسدایی بودن که دور و برش بودن. همونجور که زمان شاه شما میبینید، زمان شاه ایشون نمیتونست، آخرش اومد یه رفرمی انجام بده، یه سری دستگیر کرد، یه سری دزد را دستگیر کرد، ولی چرا آرام نشد؟ برای اینکه خودش جزئی از اون مجموعه بود. ایشون آمد گفت آقا اینا دزدن، من نبودم. آقای زمانی در مورد اینکه خب حالا طبق اون چیزی که در تاریخ هستش، خب شکی نیست که خب امیرکبیر خودش آدم سالمی بود و کسایی هم که حتی برای ایشون کار میکردن در جهت منافع مردم بود و هر حرکتی که ایشون انجام میدادن، خب چیزی که به هر حال ثبت شده میشه جزء، شاید واقعا حتی به انگشتان 1% نرسه که ما از این مردان سیاسی توی تاریخمون داشته باشیم که برای ایران دل بسوزونن. ولی یک چیزی که وجود داره اینه که خب شاید سوال خیلی از بینندگان هم باشه که اعدام سید علی محمد باب که بنیانگذار فرقه بابیه بود توسط ایشان رو چجوری میشه توجیه کرد؟ ببینید جریان باب یه جریان مشکوکی بود که در اون مقطع خود سید محمد علی باب را دستگیرش کردن. امیرکبیر آدم منصفی بود، آدمی نبود که بخواد کسی را بی‌دلیل اعدام کنه. حتی ایشون در لشکری که فرستاد برای سرکوب آصف الدوله اینا به لشکر سپرده بود که شما به کسی مزاحم کسی نمیشید، فقط اون شخص که به حساب شورش کرده اون رو ما چیزمونه که دستگیر کنیم. امیر یه آدمی نبود که ضد جریان بابی رو ادعا بر این دارن که ما به حساب جریانی هستیم که خواهان
پیشرفت هستیم، ما جریانی هستیم که اسلام پیشرو را میخوایم. اولا هر جریانی که مذهبی باشه نمیتونه پیشرو باشه، این یه چیزی است که ثابت شده است. بعد ارتباطاتی که اینها با دولت انگلیس داشتن، امیرکبیر اینها را چون میدید دستور داد این شخص را دستگیر کنند، چون فتنه ایجاد کرده بود، چون در چند جا به قوای دولتی حمله کرده بودند و دستور داد سید محمد علی را آوردن با علمای همون زمان نشوندن و به بحث گذاشتن. ایشون نه سواد درستی داشت و نه شعور، حتی چیز عربی هم بلد نبود درست، حتی قرآن هم درست نمیتونست بخونه، اطلاع زیادی هم در این زمینه نداشت. سرکوب ایشون رفع فتنه ای بود، نه اینکه بیاد یه آدم بیگناهی را شما مثلا نمیتونید با سید علی مقایسه کنید یا با رژیم شاه مقایسه کنید که یه مخالفی را به علت دید سیاسیش از بین می‌بردن. نه، اینها افرادی بودن که انگلیس دور و برشون بود. خود عباس افندی اصلا مدال از دولت انگلیس داشت. اینها را شما نمیتونید با افرادی که به حساب جریانات سیاسی معمولی مقایسه کنید. افراد وابسته‌ای بودن، قصدشون شورش و بلوا بود و امیر جلو این شورش را گرفت و حتی در اعدامش هم ایشون و زمانی که اعدام کردن اون طناب پاره شد. این شخص اگر یک ذره شجاعت داشت به مردم میگم، چون برای اعدامش هیچ آدمی نیامد، هیچ مسلمونی نیامد اعدام کنه، آخر یه ارمنی را آوردن برای اعدامش. بعد اونم زمانی که اگر طناب پاره شد این بلند میشد و فریاد میزد مردم ببینید من نماینده امام زمانم، من این موقعیت دارم، مردم بهش اعتقاد ایمان می آوردن، ولی این اونم نداشت و مجددا اعدامش کردن. همون زمان ایشون نهضتش برای این شروع شد که من نماینده امام زمانم، بعد گفت من امام زمانم، بعد گفت من پیغمبرم. آقای زمانی ببخشید از بحث دور نشیم، حالا در مورد بابیت فکر میکنم یه برنامه خیلی مفصل دیگه باید داشته باشیم که در مورد این فرقه هم صحبت بکنیم، ولی برگردیم سر هم پلیس سیاسی که موضوع بحث امروز ما. ببخشید من صحبت شما بردم چون نمیخوام برنامه خیلی بیراه بره، برای همین جسارت کردم و کلام شما رو قطع کردم. برگردیم به همون پلیس سیاسی. آقای زمانی شما گفتین که در دوره باز برمیگردیم به مقایسه دو مقطع از تاریخ که اولش که پلیس سیاسی به وجود اومد، خب به هر حال مثبت فکر میشد بهش، ولی بعداً این پلیس در اختیار استبداد یا قدرت قرار گرفت که خب مردم ازش وحشت داشتن، مردم همیشه از ساواک میترسیدن، همونطور که الان از اطلاعاتی ها میترسن، همونطور که الان از سپاهی ها میترسن. همیشه در این 100 سال ما این ترس رو از این گروه در جامعهمون داشتیم و داریم. ولی بعد از اینکه رضا شاه از کشور خارج شد و به آفریقای جنوبی رفت، پلیس سیاسی که سالها توی دل مردم وحشت ایجاد کرده بودن، خب به هر حال قدرت داشتن. تو اون دوره‌ای که ایشون در ایران بودن این پلیس سیاسی قدرت فوق‌العاده‌ای داشت و خب خیلی خوب سرکوب میکرد و موفق هم شده بود. بعد از اینکه خب چون اینا خدمت به اون کسایی را که در قسمت رده بالای جامعه هستن مردمی نبودن، یعنی اینا پلیس سیاسی در واقع پلیس سیاسی دیکتاتورها هستن. بعد از اینکه رضا شاه از کشور خارج شد، چه اتفاقی برای این گروه، برای این قسمت از نیروهایی را که در خدمت شاه بودن افتاد؟ چه سرنوشتی پیدا کردن اینا؟ ببینید بیشترشون بعد از اینکه رضا شاه سقوط کرد یک بار مطبوعات فقط از صبح تا شب مطالبشون راجع به جنایاتی بود که این افراد انجام داده بودن. اون پزشک احمدی بود، اینا در هر زمینه‌ای در هر جایی فعالیت داشتن. مثلا حتی در مطبوعات اینا یک محرم علی خانی داشتن که می آمد هر روز مطبوعات چک میکرد، کوچکترین خلافی اگر میدید به نظر خودش، به قول دکتر عرانی میگفت این شخص چون چیزی نمیفهمید 4 کلاس بیشتر سواد نداشت، هر چیزی را که نمیفهمید اونو حذف میکرد و چون هیچی نمیفهمید همه چیز رو حذف میکرد. یعنی مطبوعات اینو از طریق اون شخص تحت فشار بودن.
افراد سیاسی رو از طریق شخصی به نام پزشک احمدی، اینم یه دوافروشی بوده 5-6 کلاس بیشتر سواد نداشت که این آمپول هوا به ملت میزد. اینا یه عدهشون متواری شدن رفتن به عتبات، مثلا همین پزشک احمدی رو از عتبات رفتن آوردنش محاکمش کردن. تو آخرین چیز جالبی هم داره که این شخص را که میخواستن اعدامش بکنن فریاد میزد که آقا من عامل بودم، من کسی بودم که عذر میخوام، من امر بودم، من عامل نبودم، من کسی بودم که دستورات رو انجام میدادم، بالادستی من رو باید یخش بگیری. که متاسفانه بالادستی ایشون همون رضا شاه بود و به حساب نفرات دیگه که اونا را چون بعد از این شخص، ببینید شما اگر ما بریم شهریور 20 رضا شاه را بردن از کشور بیرون، نیروی وجود نداره در کشور، مردم را 16 سال ایشون تحت بدترین شرایط پلیسی و تحت بدترین شرایط نگه داشته بود. یه آرامش قبرستانی تو کشور ایجاد کرده بود. هیچ نیروی فعال سیاسی وجود نداشت، همه از بین برده بود. مطبوعات شروع کردن به نوشتن، مردم شروع کردن به فهمیدن که چه گذشت در اون زمان. بعد منتها جای ایشون کی آمد؟ پسرش را آوردن گذاشتن. انگلیس ها چیز نبودن برای اینکه دنبال دموکراسی تو کشور ما باشن که بیان بگن آقا این شخص جنایات زیادی مرتکب شد پس ما بیایم جنایات افشا کنیم. نه، اونها چون خودشون آورنده رضا شاه بودن علاقمندی هم نبودن که رضا شاه را افشا کنن، جنایتاش از پرده بیاد بیرون. اینی که به محض اینکه پسرش به قدرت رسید بعد از چند سال شروع کرد تو پسرم راهپای دنبال روی پدر شدن. و همین هم شد که بعد از 28 مرداد به ثواب دیده انگلیس و آمریکا و اسرائیل سازمان ساواک را اینا تشکیل دادن. چرا؟ چون لازم دیدن که هر دولت استبدادی، هر دیکتاتوری برای سرکوب مردم به یه نیروی پلیسی احتیاج داره. شما الان ببین در کشورهایی مثلا دانمارک و سوئد، چون پادشاه کاری نمیکنه احتیاج هم نیست که نیرویی را ما بذاریم که فقط برای این باشه که مخالفان شاه را دستگیر کنه. مخالفان شاه، کسایی که میخوان به شاه سوء قصد کنن، کسی به پادشاه سوء قصد نمیکنه، کسی به پادشاه دانمارک سوء قصد نمیکنه. چرا؟ چون قدرتی ندارن. اگر بیان دزدی بکنن مطبوعات بیاد یخش نمیگیره. به خاطر همین احتیاج ندارن به پلیسی که سرکوب کنه. ولی زمانی که شما یه حکومت استبدادی داشتی مثل رضا شاه، مثل شاه، مثل حکومت همین سید علی خامنه ای، این حکومت یکی از پایه‌هاش اینه که یه نیروی پلیسی داشته باشه که هر خواسته های مردم رو سرکوب کنه و چون جواب نمیتونه بده به خواسته های مردم مجبور خفهشون بکنه. که این نیرو تشکیل میدن در این کشورها به خاطر اینکه سرکوب کنن مردمی را که به اعتراض برمیخیزن. الان بعد مسئله ساواک هم به این صورت من به شما بگم که بیشتر به حساب نفرات ساواک بعد از انقلاب جذب ساواک جدید همون ساواما شدن. چرا؟ چون سیستم دست به دست شد، سیستم از شاه به شیخ آمد. انقلابی که ما فکرش میکردیم نشد. به ظاهر انقلابی بود ولی شما ببین خود سیستم ساواک بعد از انقلاب اصلا نپاشید. آخرین رئیس ساواک آقای مقدم خودش قبلا طلبه بود، ایشون تا درس خارج هم خونده بود. ایشون یکی از به حساب نگرانیشون این بود که به خمینی بگید که مواظب چپیا باشه. حالا اصلا چپی تو ایران قدرتی نداشت که اصلا نیرو و پایگاهی در ایران آنچنان نداشت که اینا اینجور وحشت داشتن. ولی منظوره که آقای مثل مقدم اینها حتی بازرگان بهش قول داده بود که تو را بعد از انقلاب من میکنم رئیس ساواک جدید. آقای منوچهر هاشمی رئیس بخش 7 ساواک این مونده بود تو ایران، رئیس بخش 8 مونده بود تو ایران، یعنی بخشی که ضد جاسوسی بود. آقای سعادتی را که اساسا مجاهدین بود با روسا ارتباط برقرار کرده بود و دستگیرش کردن. ایشون فکر اینو نمی‌کرد که بخش 8 ساواک فعاله، چون بخش 8 ساواک هیچ کدومشون از کشور خارج نشدن.
همهشون موندن در ایران و با ساواک همکاری میکردن، یعنی با دولت جدید همکاری میکردن. بعدها شد که آمدن افراد جدیدی که اونم باز به توصیه افراد ساواک قدیم مثل آقای فردوست، اینا آمدن بنیان ساواک، مثل همین آقای چی بود اسمش، مال که مجروح جنگ با یکی هم با تیر زدش و مجروح بود، چه سعید چند تا از اینا از بنیانگذاران ساواک جدید، اینا همه با ثوابدید و راهنمایی ساواک قبل این بنیاد به حساب گذاشتن و اینا هم خودشون میدونستن که برای این مردم باید یه ساواک ایجاد بشه. اگر نه کار از دست اینا خارج. شما فرمودین که کسایی که حالا هم که الان فرمودین که کسایی که در دوره قبل با ساواک کار میکردن بعد از انقلاب هم بانیان یا کسایی بودن که ساواک جدید یا همون ساماوا را تأسیس کردن که در حال حاضر هم که خب وزارت اطلاعات هم که خب به هر حال نتیجه همه اون فعالیت‌هایی هستش که وقتی روحانیون اومدن سر کار، خب اینا هیچ اطلاعی از سیاست نداشتن و برای اینکه بتونن این سازمان‌هایی را که لازم میدونستن برای موندگاری خودشون لازم میدونستن حالا به هر حال از اونها درخواست کردن که نه اینکه مجبورشون بکنن، اون از اونها درخواست کردن که بمونن و باهاشون همکاری بکنن. یکی از اون اشخاصی که خیلی کلیدی بود فردوس هست که شما اشاره کردین بهش. فردوس قبل از انقلاب در ساواک خب فعالیت میکرد، درسته؟ بعد از انقلاب هم دوباره با جمهوری اسلامی فعالیت داشت. میشه در مورد نقشش در مورد قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مختصری توصیف بدید؟ ببینید، من قبل از اینکه شما عرض کنم، این دو نفری که به حساب با همکاری همین فردوست ساواک جدید و اون ساواما را پایه‌گذاری کرده که سعید حجاریان که خودش هم مجروح شد، بعدها یکی با تیر زدش، یکی هم خسرو تهرانی. دو نفری بود که خسرو تهرانی بعد از جریان زمان تحصیل در سوئیس، این هم یکی از نفراتی بود که همراه مهاجرت نفرات دیگه بودن، برادرای دیگه‌اش بودن، پسر، ولی این و چون بود در دوران کوین هم همراه فرستادنش به سوئیس و در اونجا مشقای شاه رحیم می نوشت و در صورت صلبتی بین اینا ایجاد شد. بعد که اینا برگشتن، ایشون در ارتش فعال بود، بعد شد قائم مقام ساواک و معاون نخست وزیر بود و به حساب سازمان بازرسی شاهنشاهی و ایشون قائم مقامش هم بود که به نام چشم و گوش شاه معروف بود. آقای فردوس یه نقش بسیار مخربی در انقلاب داشت، یعنی کاملا ایشون گماشته دولت‌های خارجی بود، به طوری که موقعی که شاه از ایران رفت افراد دیگه در حال فرار بودن. یعنی شما ببین از آبان 57 فرارا شروع شد. همون زمان من یادم هر روز روزنامه‌ها می‌نوشتن فلان شخص 100 میلیون، فلان شخص 200 میلیون، همچون بانک مرکزی لیست میداد بیرون، ملت دارن پول از بانک میکشن و فرار میکنن. شخصی مثلا پرویز ثابتی 9 آبان فرار کرد، آبان 57. ولی ایشون که همه کاره بود، از ایران نه تنها فرار نکرد بلکه نشسته بود در دفترش، هیچ ابا و ترسی هم نداشت، در دفترش نشسته بود و هر کدوم از ارتشیایی که می آمدن مثل یتیمان پیش این که آقا چه کنیم ما اوضاع چی میشه، ایشون میگه آقا برید و نیستید، مملکت اوضاعش به هم خورده، شاهی هم دیگه بر نمی کرده، ملت فراری میداد. یعنی یه همچین نقشی را به این شخص واگذار کرده بودن که یه محللی بود از سیستم قدیم به سیستم جدید و تا آخرین روزم در دفتر کارش بود. انقلاب که شد یه دفعه ایشون مخفی شد
بعد سازمان چریکا همون زمان اعلام کرد که آقا شخصی به نام فردوس که به حساب از نفرات بالای ساواک هست داره در حال سازمان دادن به سازمان اطلاعات جدیده. اون زمان کسی راجع به این صحبتی نمی کرد و میگفتن این شایعیه و حرف صحیحی نیست. بعدها مشخص شد که چرا ایشون و حتی برادری داشت که اونم ارتش بود، نه سپهبد بود، اونم دستگیرش کردن، برادرش مدت کوتاهی، ولی ایشون را هیچ وقت دستگیر نکردن چون هم با بهشتی اینا فعالیت میکرد، چون قبل از اینکه انقلاب بهشتی با تمام اینا در ارتباط بود. موسوی اردبیلی، بازرگان، سباقیان، صحابی، اینا همه با جریانات قبل ارتش و ساواک قبل در ارتباط بودن و این شخص هم کسی بود که علنا به شاه خیانت کرد و شاه تا آخرش هم حتی در چیز خارج هم که بود میگفت من فکر نمی کنم، هنوزم باور ندارم که این شخص به من خیانت کرده، در صورتی که این خیانتش هم مربوط به این بود که خودش هم عامل کشورهای خارجی بود، بهش گفته بودن میشینی اینجا این کارا رو انجام میدی. در ایران موند، بعدها هم علنی شد که بله ایشون داخل ایرانه و بهش گفتن چرا شما رو دستگیر نکردن، همه رو دستگیر کردن. ایشون گفتش که چون من آدم خیلی مهمی بودم همه فکر میکردن دستگیر شدم، کسی دنبال من دیگه نیامد. اینم منطقش بود در این زمینه که چرا ایشون دستگیر نشده و داخل اینا بود، کار اینا سامان داد. بعد سکته دادنش رو گفتن که ایشون در زندان سکته کرده، در صورتی که کشتن، یعنی اون که استفادهش ازش کردن دیگه وجودش احتیاج نبود، سرش زیر آب کردن و از بین بردنش. مرد بسیار خائنی بود به همه طرف، یعنی هم به اون شاهی که ولی نعمتش بود خیانت کرد، هم به مردم، همه رقم یه آدم جنایتکاری بود. آقای زمان ما محدود هست، ولی دوست دارم این سوالم جواب بدید که اتفاقایی که قبل از انقلاب توی ایران می افتاد، خب اینو خب خیلی از این اتفاقها رو طبق اون چیزی که الان هستش هر اتفاق میفته خب همه میگن که خب پای جمهوری اسلامی، پای آخوند در وسط هستش، آخوند این کارو میکنه. هر چیزی که اتفاق میفته، حتی خیلی چیزا شاید واقعا به آخوند الان ارتباطی نداشته باشه، ولی چون دیدگاه ها نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به سپاه، نسبت به آخوند، نسبت به همه اون ارگان هایی که تو ایران هستن و دارن مردم رو سرکوب میکنن منفی شده. در نتیجه کوچکترین اتفاقی که بیفته حتی ممکنه واقعا یک تصادف باشه یا اینکه نتیجه عمل خیلی از چیزا نتیجه عمل خودمون باشه، جمهوری اسلامی توش دخیل نباشه، ولی چون ما این نفرت رو از این جمهوری اسلامی داریم، برای اینکه جمهوری اسلامی در کوچکترین تصمیم‌های زندگی ما، کوچکترین تفکر ما دخالت میکنه، ما رو محدود میکنه، خب ما هم مدام میخوایم سرپیچی کنیم و میخوایم ایشونو، یعنی جمهوری اسلامی رو متهم بکنیم، آخوند رو متهم بکنیم که خب آخوند داره این کارو میکنه. هر اتفاق بیفته، پل بریزه ما میگیم خب تقصیر آخوند بوده، حتی سیل بیاد ما میگیم تقصیر آخوند بوده. نه اینکه نباشه ها، خب هستم برای زیرساخت‌ها رو خراب میکنه میگیم خب تقصیر آخوند، اگه این کارو نمی‌کردید. ولی یه سری از اتفاقا هستش که ممکنه واقعا تقصیر آخوند نباشه، ولی چون ما این نفرت رو داریم خب بهش نسبت میدیم. در مورد ساواک هم فکر میکنم که آتش سوزی سینمارکس یکی از این نمونه ها هستش که در دوره قبل از انقلاب به ساواک نسبت دادن و تا آنجا که من اطلاع دادم حتی همون موقع پرویز ثابتی مسئول بود که در کتاب در دامگاه حادثه هم حتی یعنی یکی را گرفتن، اعتراف گرفتن ازش که خب اصلا این کاره نبود و حتی در کتاب در دامگاه حادثه بعد از 40 سال هنوز هم ایشون بر تصمیم خودشون در اون حرف خودشون هستن که با وجود اینکه بعداً جمهوری اسلامی عامل اصلی رو پیدا کردن، محاکمه کردن که حالا، ولی هنوز هم پرویز ثابتی میگه ما سینمارکس مسئول عامل آتش سوزی سینمارکس آبادان رو ما پیدا کردیم، در حالی که همون موقع هم اینو به ساواک نسبت میدادن. بعداً مشخص شد که کار آخوند بوده، ساواک بوده یا حالا اون کسی که ساواک پیدا کردن. در این مورد شما چی فکر میکنید؟ واقعا چرا اون نفرت ها باعث میشه که ما توی جامعه توی این اتفاقا گیج و گنگ بشیم و به اون واقعیت ها نرسیم که توسط چه کسایی این اتفاقات تو جامعه میفته؟
خانم قدری این شایعه نبود، یه چیز نبود که بگه مثلا ملت یه چیزایی میشنیدن. ببینید مثلا در زمان خود رضا شاه صدی مختاری معروف بود که ایشون بهترین پرونده سازه، به یه چیزی برای پرونده سازی میکردن و دودمان به باد میدادن. شما کافی بود یه زمین خیلی خوبی یه جا داشته باشید، اینو پیشکش نمیکردی به اعلیحضرت، یه پرونده برای درست میکردن، هم اموال ازت میگرفتن، هم بیچارت میکردن. همین سیستم ادامه پیدا کرد. شما ببینید ساواک زمانی که درست شد، رؤسای ساواک، اولین رئیس ساواک تیمور بختیار که این بعدها چون با آمریکایی‌ها نزدیک شده بود و با آمریکایی‌ها پیشنهاد کرده بود که من را به عنوان پادشاه، به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنید، آمریکایی‌ها به شاه اطلاع دادن، ایشون هم متواری شد و رفت به سوئیس و از سوئیس هم رفت به بغداد و اونجا هم کشته شد. حالا اون کار. نفرات بعدی که آمدن آقای پاکروان بود و این مرد معقولی بود، ولی از نصیری به بعد یه سری اراذل و اوباش بودن که ساواک را میچرخوندن. شخصی به نام نصیری خبرنگاری ازش سوال کرد یه مسئله ای را، 2 بار پرسید، این خبرنگار روزنامه اطلاعات از طبقه دوم از پنجره انداخت پایین. یه همچین لاتی بود ایشون طیب را تیربارون کرد. چرا؟ چون طیب سر یه مسئله یک سیلی زده بود به گوش ایشون. بعدش یه پرونده برای طیب درست کردن که طیب طرفدار خمینی و فلانه، طبق اون پرونده هم اعدامش کردن. بعد از زمانی که آقای نصیری در قدرت بود، اینا یه شخصی در ساواک فعال بود، یعنی در رئیس بخش 3 ساواک که مربوط به امنیت داخلی بود، به نام آقای پرویز ثابتی. این جوان جویای نامی بود که به فکر این بود که من میخوام نخست وزیر بشم توی کشور. این از طریق هویدا به قدرت رسید و تئوری‌های خیلی جالبی هم داشت و خودش مغز کل و تئوریسین نظام میدونست. در تلویزیون ظاهر میشد به نام مقام امنیتی. همین شخص باعث پرونده سازی کرد برای گل سرخی و دانشیان، اونا رو اعدام کرد به جرم نکرده. همین شخص بیژن جزنی و چند نفر دوستانشون را در تپه‌های اوین اعدام کردن. به هر کدوم بیشتر اینا قرار بود چند وقت دیگه آزاد بشن. یک آدم انسان بسیار رذلی بود که حتی زمانی که در زمان دکتر امینی کندی پیشنهاد کرده بود که آقا مملکت یه ذره درهاشو بازتر کنید، به شاه فشار آورده بود. شاه به امینی گفته بود که یه دونه گزارش برای من تهیه کنید از وضعیت اجتماع به چه صورته. آقای ثابتی مسئول این گزارش شده بود. ایشون برداشته بود نوشته بود که به خود شاه که مردم احتیاج به آزادی ندارن، اینا شعور این رو ندارن که نشون ما آزادی بدیم. ایشون یه همچی افکاری داشت راجع به مسائل. بعد یکی از چیزهای خیلی حربه هایی هم که دست ایشون بود و با اون مردم را به حساب سرکوب میکرد، حربه سکس بود. ایشون میامد میگفتش که ما بیایم یه طرف را چیز جنسی بهش بچسبونیم، میتونیم اینجوری نابودش بکنیم. یکی از کاراش این بود که برای آخوندا زنی رو میفرستادن، مثلا پیش آقای فلسفی فرسته بودن که من سوال شرعی دارم و بعد 2-3 جلسه خود پیشنهاد کرده بود زنه که من خواسته جنسی دارم و شما میشه من وثیقه کنید. بعد برده بود زنه را، این فلسفی رو توی اتاقی تو هتل، اینا رو فیلم گرفته بودن از اون ساواک. این تئوریش این بود که ما اینجوری میتونیم فلسفی رو تحت فشار قرار بدیم. درسته که آخوند بی‌آبروتر از این حرفا بود که تحت فشار در این مورد واقع بشه. آخونده هم بهش گفته آقا شنیدیم عکس شما رو داره، گفته خب که چی، زنی بوده من صیغش کردم. یعنی آنچنان برشون مسئله ای نبود. ایشون ببینید یه حرفی زده در مورد آقای بلاهنی، چند روز پیش ایشون فوت کرد آقای بلاهنی، و این حرف همه جا من دیدم تکرار میشه، در صورتی که بلاهنی هیچ وقت همچین حرفی نزده. حرفی که پرویز ثابتی عنوان کرد این بود که بلاهنی گفته منو به پنکه آویزون کرده بودن به تجاوزم میکرد. خب این یه همچه حرفی رو که موقع میزنه ملت هم که نمیرن ببینن آیا یه همچه حرفی بلاهنی زدی یا نه، میگن ثابتی گفته. خب ثابتی لابد یه چیزی بیخود که نمیگه. این شخص این هم مزخرفی رو که گفته مردم قبول میکنن بدون اینکه برن تحقیق کنن. این سیستم کارش اینجوری بود. راجع به
یک انسان با شرافت و آزاده‌ای مثل غلام حسین ساعدی برای تخریبش گفته بود که غلام حسین ساعدی ما دوربین گذاشته بود تو مطبش زن دوستش تلقیبش میداد در مطب. این یه همچین افکاری داشت، یه همچین فکری دو ذهنش بود. بعد خودش اینها دسته آمریکا بودن، یعنی خود این هویدا اینا بیشتر مایل به آمریکا بودن. جریان فراماسونری بود در ایران که اینا وابسته به انگلیس بودن. خود آقای پرویز ثابتی شخصی به نام اسماعیل رائین را وادار کرد، یعنی ساواک با همکاری اون 2 جلد کتاب نوشتن به نام فراماسونری در ایران. در اون ایشون باز به من که اونا را خراب کنه، از جمله رئیس خودش نصیری را عنوان کرده که چیزای فراماسونی به این صورت بود که هر عضو جدیدی که وارد میشد اعضای قدیمی میبایست به ایشون تجاوز کنن، یعنی لواط کنن که روشون به هم باز بشه. شما ببین این شخص با این افکار شده بود تروریستیان ساواک. چند ماه قبل از انقلاب هم این فرار کرد. تو مصاحبهش اون من دیدم میگفتش که من گفتم به اعلی حضرت ما یه لیست بردم دادم به آقای آموزگار، گفتم ما این 500 نفر رو دستگیر کنیم بکشیم موضوع حل میشه. اون گفت من جواب سازمان جهانی رو چیدم، گفتم به من چه مربوطه، تو باید جواب بدی. در صورتی که اولا این غلط میکردی همچین مدلی حرف بزنه با نخست وزیر، بیچاره‌تر از این حرفا بود. دوم از اینکه ایشون حالیش نبود، این فکر کرد با کشتن و اینجور چیزا میشه کار پیش بره. از همونجا که شما فهمیدید از شاهکاراشون این بود. ببینید شما سینما وکس آخوند آتیش زد، عوامل آخوند آتیش زدن. اونم یه سری جوونی بودن که توی آبادان یه آخوند و یه از این آخوند مدلی اینا رو تحریک کردن که چرا ما در آبادان هیچ فعالیتی نداریم. حتی هم گفتن از فلان شهر برای اینا روسری فرستادن که شما زنید. اینا هم آمدن به صورت اتفاقی میخواستن برن یه سینمایی رو آتیش بزنن. اون سینما بسته بود، یه سینمای رکس رو دیدن بازه، داره فیلم آخر سانسش نشون میده. اینا رفتن داخل و 3 نفر 4 نفر هم که بودن اسید بنزین پاشیدن به دیوارا چون پلاستیک بود دودش گرفت و حتی خود اینایی که این کار انجام دادن 3 تاشون داخل سینما خفه شدن. به ملت هم که هجوم آورده بودن درا چون به طرف داخل باز میشد برخلاف روالی که در به طرف بیرون باز بشه ملت خفه شدن. خب این جریان را ساواک فوراً فهمید که آقا کار آخونده، ولی جرأت نمی‌کردن. اینا از آخوند می‌ترسیدن، یعنی نمی آمد بگه که آقا ما این شخص دستگیر کردیم، جرأت نمی‌کرد دستگیر کنه افراد را و منتسب کنه به آخوندا. ببینید شما در مشهد جزامخونه‌ای وجود داره. جزامی‌ها می آمدن به زیارت رضا سر و صورتشون رو میمالیدن به این ذریع این رضا. آمدن وزارت بهداشت اعلام کرد که آقا اینا باعث گسترش و بیماری جذام را اینا تو جامعه پخش میکنن، بهتره که این کار جلوگیری کنیم، بگیم بوسیدن زری ممنوعه. ساواک آمد اعلام کرد که آقا ما اگه این حرفا بزنیم علما ناراحت میشن، به خاطر خطیر علما خدشه‌ای برش وارد نشه گذاشتن مردم جذام بگیرن ولی علما بهشون چیزی نشه. ایشون هم در زمینه سینما رکس هم همین کار کرد. تکولی زاده و افرادی که شهربانیت دستگیر کرده بودن آزاد کردن. بعد جالبی کار اینه که میخوام ببینید چجوری اینا متهم درست میکردن، پرونده سازی میکردن. یه شخصی که این یه عقب افتاده ای بودش که 1500 تومن پول داشته، دوستاش بهش میگن که این پول رو برای چی جمع کردیم؟ میگه میخوام برم کویت کار کنم. میگن ما آدم داریم تو رو ببره کویت. 1500 ازش میگیرن، با یه قایق سوارش میکنن، تو بسته پیادش میکنن. بهش میگن که اینجا کویته، برو به شهر برسیم، به شهر کویت رسیدی. اگر هم شرطه ها دستگیرت کردن نگو که من آمدم برای کار، بگو من سیاسی هم، چون سیاسی رو برام نمیگردونن. این شخص میره اونجا، شرطه ها دستگیرش میکنن، میگه من سیاسی هم. در همون زمان سینما رکس آتیش گرفته در ایران. استخبارات عراق با ساواک ایران همین آقای ثابتی تماس میگیرن که آقا ما یه همچین شخصی رو دستگیر کردیم، میگه من سیاسی هم. شما فکر نمیکنید این اون شخص باشه که سینما رکس آتیش زده باشه؟
چون یه روز بعد از اون ماجرا اینا ما پیداش کردیم، فوراً ساواک میگه اینو بفرستیدش. این شخص میفرستنش تهران، در فرودگاه تهران 4 نفر ساواکی تحویلش میگیرن، میبرنش زیر کتک. بزن این بیچاره میگه آقا من بعد چی میخواید از من؟ مثلا نمیدونسته جدی عقب افتاده است. این را تو یوتیوب برید نگاه کنید، تو ماجرای سینما وکس باشه مصاحبه دارن میبینید، اصلا نمیتونه حرف درست بزنه. اینا میگیرن میزننش بیچاره، چون نمیدونسته چی بگه. اون عزودی اینا میزدنش بیچاره. گفته آخه چی میخواد؟ بعد میرن باباشم میادن، باباش میادن لخ میکنن پیش این که اونم بزنن. میگه آقا شما به من بگید از من چی میخواید من اونم بگم. میگن بگو سینما وکس آتیش زده. میگه مگه سینما وکس آتیش زدن؟ کجاست این سینما وکس؟ میگن آبادانه. میگه خب من سینما وکس آبادان آتیش زدم. بعد اینو میفرستنش آبادان که ما اینو دستگیر کردیم، پرونده هم تمام شد. در آبادان قرار بود ایشون رو اعدام کنن، به مردم هم بگن. بازرسی که از تهران میره برای آبادان برای بازپرسی این شخص از طرف دادگستری، این شخص میاد اعلام میکنه که آقا من با این شخص 5 دقیقه صحبت کردم، این شخص انسان متعادلی نیست و این نمیتونه عامل این جریان باشه. بعدم زندان بود و که انقلاب شد و بعد از انقلاب همین آزاد شد. بعد همین عکسی که الان شما ملاحظه همین شخصه. بعد از اینکه این آزاد شد و انقلاب شد، شخصی که این کار انجام داده بود به نام تکولی زاده عذاب وجدان پیدا کرد بیچاره. رفت پیش سباقیان که آقا با این کار کرده بود، من کردم این کارا. سباقیان گفتش که این برو تو داری حرفای مزخرف میزنی، چون میدونست اگر بیان بگن آقا سینما وکس کار ما بوده به چه انقلاب لطمه وارد میشه. آمدن گفتن که نه این کارو نکرده، پیشنهاد کردن برو از کشور خارج. این ول نمیکرد، بیچاره ناراحت بود، عذاب وجدان داشت، 400 نفر آدم رو کشته بود و سوزونده بود. اینا میگفتن ول کنه حالا دیگه چیزی شده. رفت پیش امام جمعه اصفهان، بهش کار دادن، گفتن بی برو سر جایت کار بدی، برای این آقای تکولی زاده است. بعد آخر انقدر پاپیچ شد که گفتن آقا اگه میخوای بگیریم گفت من اعدام کنیم. گرفتن اعدامش کردن. خب این مشخص دیگه همه عالم آدم فهمیدن کار آخونده بوده، آقای تکولی زاده هم عاملش بوده. آقای ثابتی پیرمرد 86 ساله الان در اون بر دنیا با یه جوانکی نشستن با هم کتاب نوشتن در دامگاه حادثه. تو اونجا میگه که سینما وکس ما پرونده شهر تمام کردیم، عامل رو هم دستگیر کردیم، همین آقا بوده عاملش، همون عقب افتاده رو به عنوان عامل معرفی میکنه. یعنی ایشون اینقدر بیشعور بود که بره یه مطالعه‌ای بکنه ببین آقا اصلا جریان چی بوده. اینا میگرفتن یه نفر میزدن، بعد خود طرف بغار میامد. حالا شما هر کسی را به الان شما خود شخص سیدعلی را به من بده دست من میتونم ظرف نیم ساعت از تو همه رقم اقرار ازش بگیرم. اینا هنر نیست. یه همچین اراذل اوباشی در رأس کار بودن که هنوزم به عنوان طلبکار در دنیا از ملت ایران در آمریکا دارن میگردن، در صورتی که جای اینا زندانه. اگر اینا دولت درستی بود در آمریکا که از این جنایتکارا حمایت نمیکرد، ایشون مثلا در ماجرای چیز جورج دبلیو بوش هم به چیز انتخاباتیش ایشون میلیون ها کمک کرد. شرکت ساختمانی داره در اروپا و آمریکا، برای خودش میچرخه و میگرده، در صورتی که جای ایشون بغل حمید نوری در زندان میبایست باشه، نه در آمریکا که الان دو مرتبه قتل علم کرده و علیه ملت داره سخنرانی میکنه و از نمیدونم غلاسوی ساعدی میگه و از قربانیانش را باز به لجن میکشه. خیلی ممنون آقای زمانی، خیلی توضیحات خوب و کامل و مفصلی بود، استفاده کردیم. هرچند مطالب خیلی زیاد هستش، خب دوست داشتم من در مورد کسایی که نقش اشخاصی که بعد از انقلاب حتی همون رکن هشتمی که هنوز مونده بود و خیلی باعث شد که خیلی از مبارزینی که مردم یا حتی اون موقع دولت جمهوری اسلامی نمیشناخت اونا را، خب توسط همین رکن هشتم اونا لو برن و دستگیر بشن. خب خون دنبال کسایی بود که یا حالا جاسوسی هایی که توسط کشورهای دیگه انجام میشد اونا را پیدا کنن و خب این رکن هشتم کسی بود که به قول شما پایه‌های اطلاعات سپاه یا اطلاعات امنیت جمهوری اسلامی را ریخت و کمک کرد. عذر میخوام خانم قدر، یک چیزی هم در آخر به شما بگم، حالت طنز داره.
اینا بخش 8 ساواک را 10 بخش بود ساواک، بخش 8ش رو نگه داشته بودن چون ضد جاسوسی بود و به امور جاسوسان خارجی بود. چون اینا رو نگه داشته بودن، اون بخش 3ش که ساواکیایی بودن که ملت شکنجه میکردن، اینا فکر کرده بودن که آخوند با اینا هم همکاری میخواد بکنه. اینا اینقدر بی‌آبروتر از این حرفا بودن که آخوند جرأت این کنه که علنا اینا رو به کار بکشه. جالبی برای بود یکی از این شکنجهگرا به نام آقای کمالی، ایشون یه 2 سالی متواری بوده، بعد میبینه هیچ خبری نشد. یعنی یه شکنجهگر معروف زندان کمیته مشترک این آقای کمالی بود. بعد از 1-2 سال که میگرده و مخفی بوده، میبینه خبری نشد، میاد تهران، میره در زندان اوین که من حقوق عقب افتاده ما میخوام، که در جلوی زندان اوین به وسیله آقای کچویی بود که رئیس زندان اوین بود و خودش زندانی زمان شاه بوده. یه دفعه میبینه میگه آقای کمالی شما اینجا؟ میگه هیچ آمدم حقوقمو بگیرم، که بردنش و بعد آخونده اعدامش کردن. میخوام بگم اینا با این مغز مملکت میچرخوندن. اینا سیستم اطلاعاتی مملکت در اختیار اینا بود، شعورشون در این حد بود که یه چیز خیلی عادی هم نمیتونستن اینا تجزیه تحلیل کنن. نعمت الله نصری رئیس اینها سفیر ایران شده بود، از کار برکنارش کردن، سفیر ایران در پاکستانش کردن. زمانی که شاه این را خواست، این انقدر حس نکرد که آقا ممکنه منو بگیرن، دنبال این باشه که منو قربانی کنن. به جای اینکه از اونجا فرار کنه بره به پاریس، این ثابتی فرار کرد و به عنوان عالی خانی از کشور خارج شد، با نام جعلی و همه چیز خارج شد. ولی نصیری این بدبخت معروف هم بود به نعمت خره. این برگشت ایران که گفت فکر کرد مثل 28 مرداد 2 روز دیگه همه چی عوض میشه، آمده بود خدمت کنه. رئیس ساواک مملکت تحلیل بده از دانه. آقای زمانی این دقیقا زمانی بود که ساواک منحل کردن. ایشون به قول شما باید حدس میزن که وقتی ساواک منحل میکنن یه دلیلی داره دیگه، اینو دارن میگیرن. بعد خود جالبه، ببینید ایشون زمانی که در پاکستان بوده، رحیم علی خرم معشوقه تاج الملوک و رئیس همون پارک خرم، اینا اون بیچاره فرار میکنه از ایران میره پاکستان. پاکستان با این تماس میگیره با آقای نصیری، فکر میکرده که چون اینا با هم آشنا هستن و همه به حساب جزو تیم پهلوی بودن، این کمکش میکنه. این میگه که به 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 خیلی خوشحالم، بیا کجایی، من بیام دنباله. این بیچاره میگه من فلان هتلم، 2 تا مأمور پاکستانی میفرسته دستگیر میکنن و این ملی بدبخت را تحویل مرز ایران تحویلش میدن. این بیشرف رحیم علی رو هم تحویل داد، ولی خودش فکر نمیکرد که شاه این هم قربانی کنه، چون میگم من دیگه در خدمت اعلیحضرت سالها بودم. اینو دعوا داشتن سر اینکه این میگم من سگ اعلیحضرتم و یکی میگم من خر اعلیحضرتم. اینا دیگه هیچ کمی نذاشتن به اعلیحضرت، ولی آخر چیزیش خودشون شعورشون نمیرسید. مثل همون ریاضی، رئیس مجلس کشوری باشی نتونید بفهمی که مملکت در حال انقلابه، برداری اموالت در بری. برگشته بود ایران ریاضی که کمک کنه حقوق عقب افتاده شه پس بگیره. یعنی اینا اینقدر ابله بودن تو مملکت، حکمرانی میکردن و همه کاره چشم و گوش شاه اینا بودن. خب نتیجه همین شد که میبینی شما دیگه مملکت افتاد دست یه مش آخوند پاچه برمالیده ای که اصلا هیچ به قول معروف سابقه حکومت نداشتن، اصلا ادعای حکومت هم در طول تاریخ نداشتن، ولی از بی‌عرضگی اینها علم شدن و سر پیدا کردن. باز تشکر میکنم ازتون. امیدوارم که بازگویی این تاریخ باعث بشه که لااقل کسایی که الان در قدرت هستن و این چیزها رو میشنون بدونن که کسی که ارگانی که اینقدر قدرت داشت، ارگانی که اینقدر مردم ازش وحشت داشتن، تک تک عاملینشون به دست همین آدمایی که الان خودشون باعث وحشت مردم شدن اعدام شدن، شکنجه شدن، حالا از بین رفتن. امیدوارم اینا درسی بشه برای کسایی که الان زندگی رو برای مردم جهنم کردن، درسی بشه براشون، یه ذره
انسانیت به خرج بدن، این جامعه رو به نابودی نکشن. و الان میبینیم که واقعا رفتاری که اطلاعات سپاه در ایران داره یا اطلاعات جمهوری اسلامی داره، واقعا رفتاراشون اینقدر شنی و اینقدر وحشتناک هستش که با تمام اون اتفاقها و تمام اون شکنجه‌ها و تمام اون آزاری که مردم اون موقع میدیدن، الان باز میگن پیش کوره اون لوچه بهتر بوده. امیدوارم که اینا بازگویی این تاریخ درسی بشه برای کسایی که الان جنایت میکنن، کسایی که الان جامعه رو دارن به نابودی میکشن، الان زندگی رو برای جوون و جهنم کردن، به خاطر بیارن که خودشون چیکار کردن با جنایتکارا. ممکنه در آینده هم کسایی بیان، کسایی تو این جامعه پیدا بشن که بر علیه اینا بلند بشن و دقیقا اون بلایی که اونا سر جنایتکارا آوردن حالا سر خودشون بیاد. امیدوارم این اتفاق بیفته. این آقای آخرین رئیس ساواک مقدم آخرین جمله هم بگم راجع بهشون، امیر قطر برایشون چند میلیون دلار پول فرستاده بوده که انقلابیون سرکوب کنن. در سرکوب حساب حمایت مالی کرده بوده. این شخص پول رو گرفته بوده در تحویل آیت الله طالقانی داده بود. اینا اینجور به هم وابسته بودن. آقای رئیس بخش 7 ساواک مکه میرفت، آقای تیمسار هاشمی، منوچهر هاشمی، عکسش هست تو مکه هست، چون با چند نفر رئیس بخش فرامرزیان همچنین علی اکبر فرامرزیان رئیس بخش 3 نه با هم مکه میرفتن. اینا اینجور نبود که انقلابی شده باشه، یه روشن فکری آمده باشند و یه سیستمی و اولا روشن فکری نبود، نفری نبود. نه، انقلاب از شاه به شیخ رسید. همونجور که زمان صفویه میگفتن پادشاه ما نماینده علما هستیم، تا یه مقطعی هم شاه نماینده علما بود، الان دیگه خودشون نمایندگی رو دستش در آوردن. این که میگن انقلابیون 57 دونم فلان، نه، دست به دست شد حکومت، از شاه به شیخ رسید. اتفاقا آقای زمانی هم الان توی تصویر اومد که در مورد حالا عکسایی که ما توی آگهیمون گذاشته بودیم در مورد جنایتکارهایی که خب بعد از انقلاب خیلی جنایت کردن، خب من دوست داشتم در مورد اینا هم صحبت بشه. متاسفانه الان دیگه وقت نداریم. مثل کسایی مثل لاجوردی، کسایی مثل ربیعی، کسای دیگه‌ای که واقعا توی این نظام جنایت هایی کردن که شاید واقعا هیچ موجودی در این دنیا بر هم نوع خودش انجام نداده و نمیده. لاجوردی که از کشتن آدم ها لذت میبرد، هیچ وقت محاکمه نشد، هیچ وقت، درسته که فقط کشته شد ولی واقعا کشته شدن یک آدم هیچ درسی برای بقیه نشده. اینا باید محاکمه میشدن، اینا باید نتیجه اون کارهایی را که شکنجه هایی را که این جوونا را این مبارزین میدادن، مثل حمید نوری لااقل جلوی یک عده آدم وای میستادن، خجالت میکشیدن و اون کارهایی را که کردند و نتیجهش رو میدیدن که چقدر مردم از اون نفرت دارن، چقدر دلشون نمیخواد حتی یک لحظه ببیننشون و تحمل بکنن. حتی دیدن لاجوردی آدم رو عصبانی میکنه، حتی دیدنش آدم رو یاد اون دختر بچه هایی میندازه که در سن 12-13 سالگی زیر لگد های ایشون باید واقعا یک شب بزرگ میشدن، یک شب همه چی رو درک میکردن، به اون مرحله میرسیدن که بفهمن که واقعا دیگه زندگی زیر چکمه ها و پوتین های این آدم ها دیگه ارزشی نداره و جونشون رو واقعا برای این مبارزاتشون. متاسفانه امروز دیگه وقت نداریم. امیدوارم که یک زمان دیگه باشه که در مورد جنایتکارانی که الان هستن، در مورد حمید نوری ها، در مورد لاجوردی ها، حتی در مورد خود رئیسی که یک زمانی کنار دست جنایتکارها می نشست و حکم اعدام صادر میکرد. امیدوارم بتونیم یه روز در مورد اینا هم صحبت بکنم. خیلی ممنون که این لاجوردینا انتقام شاه رو از آزادی خواه گرفتن. بله، این اون کارهایی که ساواک نتونست انجام بده اینا انجام دادن. اینا اصلا مشکلی هم داشتن، اینا زندان بودن زمانش به علت ترور حسن علی منصور و به همشون هم عفونامه نوشتن و آزاد هم شدن. در همون زندان هم کینه عجیب اینا از مجاهدین و چریکا داشتن به علت اینکه خط فکرشون به شاه و این دادستینا نزدیکتر بود. اینا اصلا مشکلی با اینا نداشتن زیاد. خود نواب دوست نواب صفوی پیش شاه رفت، واسطه شد، کاراش انجام میداد. شاه هیچ مشکلی نداشتن با هم دیگه. این دو گروه شیخ و شاه متمم هم دیگه بودن، با هم مکمل هم دیگه بودن، با هم دیگه کار میکردن.
هیچ مشکلی نداشتن، اون آزادی خواه بودن که اونایی که اون نکشت این آمد ادامه به داد. هر حال آقای زمانی به قول شما کاری را که اونا ناتمام گذاشته بودند اینا انجامش دادن و الان هم هنوز هم بعد از 40 سال ما بیش از هزاران تا زندانی سیاسی داریم که اصلا نه سیاسی هستن نه فقط دنبال زندگی و رفاه بهتر هستن. اصلا نمیشه گفت این آدم ها سیاسی هستن، چون واقعا الفبای سیاست در جامعه ما با تمام دنیا فرق داره. چیزایی که برای دنیا، برای تمام مردم دنیا یک زندگی معمولی هست، برای ما تبدیل به سیاست شده و به خاطر اون خواسته هایی که حق مسلم ماست باید به عنوان یک زندانی سیاسی، به عنوان یک پناهنده سیاسی، به عنوان یک آواره سیاسی در کشورهای دیگه یا در زندانهای جمهوری اسلامی زندگی را تمام بکنم. در هر صورت امیدوارم که باز هم فرصتی بشه که بتونیم در این مورد هم با هم صحبت بکنیم. خیلی خوشحال شدم که امروز ما را همراهی کردید و باز هم ممنون از شما. تشکر از لطف شما. با تشکر از بینندگان گرامی، ممنون که امروز هم ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگه و تا درودی دیگر، بدرود.